سلام، اینجا عروسی شو. قسمت قبل خیلی استقبال شد در مورد عروسی‌های قدیم. دوباره اومدیم براتون قسمت دوم ضبط کنیم، همراه ما باشید. خب عروسی یه چیزی هستش که تو همه دنیا داره انجام میشه، همه دنیا برگزار میکنن، ولی تو ایران یه جوری برگزار میشه که همه انگوش به دهن میمونن. ولی فکر نکن. یعنی یه جوری عروسی رو برگزار میکنن که تو هالیوود هم حتی نمیبینید مثالشو. امروز میخوایم برگردیم به عقب، از عروسی‌های قدیم، یعنی از کله قند شکستن، برسیم به کیک‌های 4 طبقه و بیشتر. بخش اول عروسی‌های قدیم، خواستگاری. خواستگاری‌های قدیم اینطوری بود که مام بزرگا با بزرگا تصمیم میگرفتن، جوونا هم اطاعت میکردن، میرفتن برای خواستگاری. اینطوری بود که این سوالا توش مطرح میشد: عروس بلد قرمه سبزی بپزه؟ خونه دار هست؟ بالا سر بچه‌ها میتونه وایسه؟ خونه زندگی میتونه جمع کنه یا نه؟ داماد اهل دود و دم هست یا نه؟ داماد سربازی رفته یا نه؟ یا جهاز عروس شامل سماور بزرگه یا سماور کوچیکه؟ این سوالایی بود که تو خواستگاری‌ها مطرح میشد. عروس هم پشت پرده میشست، فقط یه صدای سلام ازش میومد، شاید یه صدای خنده هم ازش میشنیدن. دامادم همونجا دلو میباخت و عاشق میشد بدون اینکه همدیگر رو دیده باشن. البته بماند که تو روستاها بعضی اوقات این دو نفر همدیگر رو میدیدن. خواستگاری‌های الان اینطوری شده که عروس داماد یا حالا تو فضای مجازی یا تو پارتی‌ها و مهمونی‌ها یا تو کافه‌ها یا تو دور با همدیگه آشنا میشن. بعد از کلی قرار عاشقانه که با هم گذاشتن، سفر رفتن، بیرون رفتن، با همدیگه برنامه گذاشتن، قرار گذاشتن، تازه میان خانواده‌ها رو در جریان میذارن. این وضعیت درست نیست آقا. این وضعیت زشته، کثیفه، مستهجنه. وقتی هم جریان خواستگاری به وجود اومد، خانواده‌ها با همدیگه آشنا شدن، دیگه صحبتی از قرمه سبزی و آش و خدمت و دود و سربازی و اینا نیستش. صحبت از چیه؟ یعنی که عروسی کجا برگزار بشه، چه جوری دعوت بکنن مهمونا رو، چه مهمونایی بیان، چند نفر شمایی، چند نفر مایی، عروسی رو کجا بگیریم، با چه دیزاینی بگیریم. صحبت‌ها قبلا انجام شده، عروس داماد با هم دیگه آشنا شدن، بله‌ها هم به هم دادن، خانواده‌ها فقط قرار به صورت فرمالیته در جریان قرار بگیرن. البته این مقایسه رو ما انجام دادیم، این شامل حال همه نمیشه. خیلی‌ها هنوز تو این دوره زمونم به صورت سنتی با هم آشنا میشن، از طریق خانواده‌ها یا دوستاشون و هم دیگه پیشنهاد داده میشن، با هم آشنا میشن و جریان خواستگاری مثل روال قبل انجام میشه. بخش دوم، برگزاری مراسم. قدیما اینطوری نبودش که یه دفعه برن سر برگزاری مراسم، عقد و عروسی و برن سر خونه زندگیشون. به این صورت بود یه سری رسم و رسومات داشتن که باید حتما انجام میشد. از جاهل نشین، پاتختی، خواستگاری، نامزدی، عروسی. مثلا یکی از رسمایی که داشتن این بودش که مثلا داماد بعد صبح روز مراسمش میرفتش حموم، بعد میومد آماده میشد، لباس میپوشید، خیلی شیک و مرتب میرفت برای سر مراسمش. یه رسم باحال دیگه هم که داشتن این هستش که آخر شب مراسم داماد میرفتش برای مهمونا انار پرت میکرد. یه رسم خیلی قشنگی که مجردا اگه اون انار رو میگرفتن مثل دسته گلیه که الان عروس پرت میکنه و مهمونا میگیرن میرن سر خونه زندگیشون، عروس بعدی مشخص میشه. قدیما انار پرت میکرد داماد و کسی که انار رو میگرفت میشد داماد بعدی. مراسم‌های الان دیگه خیلی خلاصه شده، اینطوری نیستش که بخوان این همه مراحل و رسم و رسومات رو انجام بدن. رسم و رسومات هنوزم قشنگی خودشو داره و تو شهرهای دیگه هم هنوز بعضی اوقات داره انجام میشه. ولی الان یه محضرخونه میرن، ثبت عقدشون رو سیستمی و تو دفترخونه انجام میدن، بعدش میان تالار، اول مراسم عقدشون رو انجام میدن، عکاسیشون رو انجام میدن، بعدش هم ادامه مراسم عروسی و میرن سر خونه زندگیشون. زیاد دیگه درگیر رسم و رسومات نیستن و اونا رو انجام نمیدن. یه گروه موزیک خوب، یه تالار شیک، یه دیزاین گلاره شیک، یه غذای سلف سرویس با یه تعداد مهمون کم گلچین شده، یه مراسم خوب و شیک رو برگزار میکنن. بخش سوم، فیلم برداری. قدیما فیلم برداری اینطوری بود که یه دوربین به این بزرگی میذاشتن رو دوششون، از صبح شروع میکردن فیلم گرفتن. فیلم‌ها با یه کیفیت VHS با یه فیلم انقدری تقدیم عروس داماد میشد که انقدر کیفیتش پایین نبود. از اولی راحت ترم. من حال ادامه دادن ندارم. فیلم برداری الان خیلی متفاوت شده، با 10 تا دوربین با کیفیت‌های متفاوتی از 4K و HD و همه جوره میان تو زاویه‌های مختلفی ازت فیلم و عکس میگیرن. هلی شات و FPV و کرین هم که دیگه بماند. در آخر هم یه کلیپ 15 ثانیه‌ای بهتون میدن ولی با کیفیت خیلی بالا برای پیج اینستاگرامتون. بخش چهارم، موزیک مراسم. این قسمت خیلی جذابه. تو جنوب کشور از نیمون استفاده میکردن، تو شمال کشور از دف استفاده میکردن، سمت لورا و کردام که ساز و دهل بود. توی قسمت‌های ترکنشین اونم از تنبور و خواننده استفاده میکردن. مراسم به خوبی و خوشی برگزار میشد با یه ساز سنتی و قشنگ.
اما الان چجوری شده؟ موزیکای الان برای اجرای مراسم ها اینطوری شده که سر عقدتون یه موزیک لایو مثل پیانو، ویولون یا چنگ یا خواننده به صورت لایو میاد اجرای مراسم لایوتون انجام میده. داخل مراسمتون هم یه دیجی با سیستم صوت، نورپردازی، تیوی و کلی دم و دستک و ساز دیگه میاد برای اجرای مراسمتون. البته هنوزم جاهایی هستن که از خواننده یا سازهای سنتی برای مراسمشون استفاده میکنن که این نسبت به انتخاب شماست که بخواید مراسمتون رو به چه شکلی انجام بدید. ممنون که تا اینجای کلیپ همراه عروسی شو بودید. ممنون از حمایتاتون. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. همراه ما باشید. کلیپ جدید رو به زودی براتون میذارم.